سلام علیکم افغان عزیز. این دفعه باز امیدتان مبارک. خدا کنه عید خوش صبح آرام و د عشق و معیشت و عیشت تیر کرده باشیم. دیگه در ویدیو قبلی چه قسم دیدیم که بعد از نماز عید رفته بودیم. بعد از نماز عید رفتیم اونجا پیشینه یک چاشت نانش خوردم. خودم قابلی پخته کردم بادشاه و دیگه دوستا گفت که این ذره گوشت پخته کنیم. دیگه بود که گوشت ما سرخ شده بود، یک ذره اینو پیش از بخار داده بودم مگر یک ذره چسبیده بود. بعد از اون دیگه کچالانه داشت زیرش ماندیم. گوشت اینو میبینیم که سوخته است، والا سوخته بود دیگه چطور میکنیش اندوالا ما زیاد مانده بودش دیگه. اینو خوب بود و شوقی پیازا را کشت کرد. نه بابا اینجا کجا کشت میشه، کل پیازا را گرفت مان دیگه خوب بقالب برابر دیگه. نه د سرش رومیه را منداخت. والا یک چیز بگم امیروشه که در افغانستان در هتل‌ها که میده والا اگه جین عمل بدل داشته باشه بسیار کیف میکنه. که میتونی میخوریش که میتونی قرطه خیر قرطه خدا میشه. این را شوخی کردم دیگه. ای تقریبا بسته کردیم میره در سرش. باز همی گوشت انداختیم، باز یک لیر دیگر داشت پیاز و کچالو را مشماندیم و رومی را. ولی متاسفانه که ما یک ذره لیمو هم نداشتیم و این وقت هم بود 9:30 10 شب بود. و وطندار عزیز دیگه را بسته کردیم. این گوشتی تو فکر کن که 50% پخته شده بود دیگه. اگه ویدیوی ما را میبینید دوستان ایره لایک کنه، کامنت کنه، سابسکرایب کنه، چون هیچ چیز هم نیده. چی بگیم متانه یک ذره مرچ سیاه هم داشت انداختیم. مرچ سیاه را ولایت زنده انداختیم که میخوردیم از گل نوامی تو قرد تو کده بیتو تیر میشد دیگه. که بود این آماده شده بود تقریبا این قسم وقت پختنش دیگه نمیتو بود دیگه. ولی در زیر که از بسیار چسبیده بود و یه مگندوال هم پیاز رومیش مانده بود و را خورمیش جور کرد دیگه. این دقیقه تقسیم میشد 2 قاب شد ولی بسیار روغب نشونه. میبینی که اوچی هم جفتیده بود و مرچکم دیگه جنان نبود. اگه یک ذره پراته تیار که فروخته میشد همون را گرم کردیم. در مسافری است دیگه. نان پخته کردن در هند اینجا یک ذره مشکل است نان پیدا شدن دیگه. والا بسیار خوب بود که دوستا شدیم انجای کردیم، گپ زدیم، یکی یاد از وطن کردیم و واقعا خوش گذشت دیگه. دوستا اگه ویدیو رو میبینی لایک کنی، کامنت کنی، سابسکرایب کنی چینل ما را. این خونه میشه شما بخی چه پتا نگرفتیم دیگه. ازت خداحافظ، متوجهتان باشه. love you all, bye.